یه استاد چطورین؟ من مستر ماینرم و توی این ویدیو اومدیم بدوارز پلی بودیم با چالش بدون گلد و این چالش همه رفتن دیگه، چالش خزی شده و من مثل اسکلو اومدم ویدیو بگیرم چون حوصله ندارم باز یک برم وای ایده بگیرم وای فلان فلان و آره همین بگذاریم. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و بیاین لیتس گو تو دی ویدیو. و اگه از آپار نمیبینید فال فراموش نشه. بزنیم سراغ ویدیو. لیتس فاکینگ گو. اوکی، چالش بدون گلد باید یادم بمونه. خیلی چالش بدون گلد دیگه هم همشون یادم رفت و من ستینگ پی سی رو کلا عوض کردم و الان باید FPS بهتری بگیره رکورد به احتمال زیاد. بیریجو به خوبی تمام کنیم بس برام. این از این ور و ای بابا دف داده سگ پدر و بگذاریم. اوکی صدا اومد. داره صدا بولش اومد و این به سگه چون داره نو بیریج میزنه. اوه نو خوش وید داد. نو پلیز نو داشت بجایی که بریم منو بزنی دوری برجتو میگیری تو دیگه چه what the hell. داشت به تو زدم فشار بخور. اینجا باید بگیرمش اینجا پینگش بده اوکی گود اوکی جی پیدشو زدم و چون نمیتونم آیرن رو یعنی از آیرن استفاده میگم آیرن گلد استفاده کنم میدم اونجا و نمیتونم پیریگب کنم برای مهم نیست دوباره گلد میذارم اینجا بس فست باشم. آخه بلو داشت میومد رو بدم که الان رفته بده گرینو زد. وقتی بود وید بشم از سقط الهی بشم خیلی عمالی. وای وول میخوام. اوکی این از این اوکی گیریم رو زد و الان باید هم خوش رو کیل کنم هم بهش بزنم. چالنج اینجا رو نو بلاک میکنیم که نره. ای بابا نشد کراش کنم. بچه ها من یه دوره نبودم برای این بود که شمال بودم. بوی فشار بخور شمال رفتم بگذاریم و شمال که رفتم دیگه من پی سی دارم لپتاپ ندارم که به همه جا بخوام ببرم و خیلی عالی الان واید میشدم و آره یه دوره نبودم قبلش هم که شما رفته بودن شمال گوشت بودم ویدیو بگیرم. این بلو هم اگه نره خوشحال میشم. همینجوری داره هی بک میده میتونم بگیرمش هر کی نتونه خر. فکر کنم نفهمیده که پشتشم نباید هم بفهمه. جی این از گیم اول بریم سراغ گیم آخر. قرار 2 گیم بریم گشادن کردم. این اسکینه پشمام این اندرمنه بچه تو استون بلاک اندرمن ها اینجوری هن. حالا ویدیو از سری استون بلاک هم میگیرم. روم توره میگم چی استون بلاک توره و بگذاریم. آره ویدیو استون بلاک هم میگیرم و تو کامنت بگین که چه کانتینو بیشتر دوست دارین. استون بلاک بذارم، سروایو بذارم، هارد کور بذارم، بدوارز بذارم یا وان بلاک. سری بگین تو کامنت ها.
چرا پاس کن بگو بگو. خب حالا که گفتی میریم ادامه. اوکی وای تیرکس چرا مپ جدید اضافه دادی پدر صلواتی؟ مپای قبلی دیگه نمیاد. مپ جدید گفت اوکی اشکال نداره حداقل ویدش کردم. این لیاده باید کوفت و زهرماری. وای چلنج راستی. وای محمد نمیری. این گیم بعد مثل گیم قبلی وین کنم. وای دماغم کیپ شد. اوکی دفتاد پدر سگ. ایلیا من میگم لیلا. what the fuck. یه پیام دارم برای ایلیا خان خیلی گیه. درررررن قپه بعد وقت تلف کنم بتونم شاپ کردم. اوکی سگ. آی خدایا مرو یامیام کن. یام کن به قول نیما. سریع پرات به یک ماین فتینگ بگیرم. وای آرمر داره میاد. دست سلامت. اوکی همه چی آرومه. آرمر داره فقط. جی دیسی داد. حالا فکر کنم دیس رو میخورم. وای خدایا چالش یادم رفت. میگم وایدش کن. میگی نه. وای ریک نده تو رو خواهر و مادرت. اوکی بدشو گرفتم. لیتس گو. کی گفته این گیم به ان میره؟ همین الان گیم تازه ساختم. چی میگن؟ جمله انگیزشی چیه؟ یه دونه از اینا وول میکشیم بالا. اینا میذارم اونجا. آلردی بریم تارگت وایت کدوم وره؟ این وره. چرا ما باید بریم؟ چون باید بریم. این فشار بخوره که اون فشار بخوره. بابا تاکسیک پدر تاکسیک. راستی بچه مدرسه ما شروع شده فشار بخوری. من باید فشار بخورم در حاصل. اوکی اچ پی خودمون رو کم میکنیم. این جزء اصول دینه. لیتس گو. وای طرف سگ طرف میگیره. طرف بده بردار. فقط تنها میدم الان به این فایت. اوه مای گاد انتظارش نداشتم واقعا. بالا زد. اون سورد خطرناکی پس بمیش داشت. thank you baby. اوکی از TNT‌هاش که میتونم استفاده کنم. چالش بدون گلده. لیتس گو. TP بک نجاتم دادی. thank you. نه کلا انگاری این گیم منو دوست داره. بوی بچه الان بگین به نظرتون میتونم بدشو بزنم یا نه؟ من که میگم میتونم. نه نمیتونم.
طرف فایر داره، سگ توره، دارم میبینمت. اوکی TNT هدر دارم فقط به خاطری که اون فایرشو بزنه که الان دیگه خطرناک نباشه گیم. یه چی افتاد. بگی میتونم بزنم، میتونم من میتونم، تو میتونی، ما میتونیم. اوکی بچه ها تونستم و الان باید برم الیمینیتش کنم که میتونم. پدر. اوکی گایز این ویدیو هم به آخر میرسه. لایک و کامنت و سابسکرایب که طبق معمول فراموش نشه. و تا ویدیوی بعدی پیس.